زن در عمره طواف ویداع رو به سبب بیماری زنانه اسپید نمیکند. چی باید کرد؟ 3 روز آخر در حرم رفته نتونستیم، از همین سبب طواف ویداع نکردم. طواف ویدو چی با میکنید آخه؟ طواف ویدو وقتی بر افسردگی نمیکنه، طواف خیر و خوش و پیش از رفتن 3 روز ما در حرم رفته نمیتونیم و 3 روز به چی بمیرید که نه، طواف ودا 3 روز آخر پیش از رفتن چون حرم رفته نتونستن استاد. و چخیل اینا 3 روز آخر حالا این حج امروز تمام شد، چخیل 3 روز آخر اینا در حرم چی نامعقول میکنم؟ اینا دین در مینا بودن مثلا استاد امروز فکر با می‌کنم این یگان نفر باشه که عمره رفتگی سوال نویسندگی باشه، همین در نظر داشته باشد. اگر عمره باشد، عمره طواف ودا مستحب است. در عمره طواف ودا مستحب است، واجب نیست. در حج حاجی ها کسی طواف ودا نمیکنه، برای و گوسپند واجب میشه. من ترک واجبا فعلیه دم، کسی واجبات حج را ترک کند بر ذمه و یک خون ریزانیدن در مکه واجب میشد. خون به معنای یعنی گوسفند یا شتر یا گاو باید در مکه قربانی کند و از همون قربانی خودش نمیخورد، برای اینکه جنایت است. این دمی جنایت، خونی جنایت است. و کسی که طواف ودا نمیکند در حج، تاکید میکنم، برای این آدم گوسفند واجب است که در مکه قربانی کند برای حج ودا نکردگیش، یعنی خودش پول میفرستاند، یگان کسی وکیل میمونه میکشد یا خودش رفته میکشد اگر امکان پیدا کنه. اما زنک وقتی مثلا طواف ودا، طواف افاضه کرد، طواف فرضی رو کرد، طواف فرضی نکردن علاج ندارد، طواف فرضی رو باید کند. اگر رفت و مثلا حال طواف فرضی افاضه رو نکرده خون بیند، باید تمامی راحله و منتظر شود. همه وقت بیماری های زنهای باید نظر بگرفته نقشه سفر کشیدن در کار. پیشکی میدونید که در بین شما 40 تا 50 تا زن هست و زنها شب است روز است عادت ماهانه دیدنش ممکن است. عادت ماهانه بیند این فرض ترک کرده رفته نمیتونه، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که صفیه مادری مومن ها حیض دیدن گفتن که اها بیستونهی، حالی گفتن او تمام کاروان رو از سفر باز می‌دارد. یعنی مادامی که صفیه اگر حیض دیده باشد کاروان سفر نمی کند. گون حضرت عایشه گفتن که یا رسول طواف افاضه کرده بود روز عید. لا اذن گفتن این خیلی باشه دیگه پی ندارد رفتیم. گفتن زن اگر طواف ودا نکرده بیمار شود، با همین دیگه درست نشود، در ایامی که در مکه است طواف ودا از زن ساقط می شود برای عذری ماهانه زنانه بودنش، اما از دیگرها ساقط نمیشه. کسی نکرد گوسپند میکشه. اما این گپ برای حاجی ها داخل برای عمره نه.